ما توی قراردادهامون به دوستان قول میدیم شما در عرض 1 سال 100,000 نفر 100K فالوور خواهید داشت. کار ما تبلیغات نیست، ساخت تیزر تبلیغاتی هم نیست. کار ما توسعه پایدار کسب و کارهای کوچک با استفاده از ابزاری به نام اینستاگرام هست. شما یک کسب و کار کوچیک دارید، این کسب و کار کوچیکتون نیاز به رشد داره، نیاز به دیده شدن داره، نیاز به حضور مشتری داره. خب خیلی از رفقا چند وقتی است با ما کار میکنن و خیلی خوشحالن و خیلی موفقن و خیلی هم پیروز شدن، خدا رو شکر. کسب و کارشون روتین شده، کسب و کارشون یه شکل و شمایلی پیدا کرده و دارن به موفقیت خوبی هم میرسن. باز هم خدا رو شکر. ما با استفاده از ترفندهای حوزه اینستاگرام، با استفاده از ترفندهای حوزه مدیا برای شما کمپین سازی و مدیریت محتوا میکنیم و اجازه میدیم مشتری شما در یک موقعیت مناسب با روانشناسی مناسب، با استفاده از ابزار مدیا در مواقع مناسب، در ساعت مناسب شما رو بهتر ببینه، شما رو کاربردی تر ببینه. در واقع ما در ویدیو سازی هامون اصلا جنس تبلیغ نمی کنیم. ما در ویدیو هامون حس شما رو میفروشیم و مخاطب حس شما رو نسبت به جنس دریافت میکنه. امیدوارم این روز بتونم برای شما یه کاری انجام بدم.